وقت شما بخیر. 2 روز پیش یکی از دوستان کلیپی واسه من فرستاد که بیش از هر چیز یه طنز تلخ بود. یکی با لهجه طنزآمیز میگفت اونقدر گرونی به من فشار آورده بود که گفتم برم بیرون و برای خوب شدن دلم به این و اون لبخند بزنم. به یه دختر خانم لبخند زدم، فوشم داد. به یه آقا پسر لبخند زدم، گفتش من از اوناش نیستم. به یه خانم میانسال لبخند زدم، با کیفش زد تو سرم. به یه پیرمرد لبخند زدم، حرکت زشتی نشون داد. به یه پیرزن لبخند زدم، گفتش خجالت بکش، من جای مادرتم. به خودم گفتم لبخند به ما نیومده، برگردیم خونه. تو خونه به بابام لبخند زدم، بهم گفت چته، باز پول میخوای؟ به مادرم لبخند زدم، گفتش ها چیه، کارت گیر کرده، بازم دوست دخترت ولت کرده؟ گفتم بابا ول کن، لبخند و شادی به ما نیومده، بریم باز از بیبرقی و گرونی و ظلم و ستم زانوی غم به بغل بگیریم و اشک بریزیم. بله، طنزی هستش که آدم نمیدونه بخنده یا اینکه گریه بکنه. در روزگاری که فقر و تورم بر سفره‌های مردم سایه انداخته و جنگ و ظلم بر قلب‌ها سنگینی میکنه، عزیزان لبخند انگار تبدیل شده به یه چیز گرانبها، کالایی نایاب که فقط تو عکس‌های قدیمی دیده میشه. ولی عزیزانم، خداوند ما خدای امید و نجاته. او خدایی نیستش که فقط در آسمونها ساکن باشه، بلکه خدایی است که در میان رنج مردمش حضور داره. در رومیان 12 کلام خدا میگه در امید شادی کنید، در مصیبت صابر باشید و در دعا پایدار. این آیه خیلی واضح به ما میگه که شادی یه واکنش نیست، یه تصمیمه. شادی حقیقی از اوضاع بیرونی سرچشمه نمیگیره، بلکه از اعماق اون قلب میاد بیرون که وعده های خدا رو بهش ایمان داره. درسته که ما امروز در ایران با خالی بودن سفره ها، با تهدید، با بی امنیتی، با بی عدالتی، حتی با از دست دادن عزیزانمون مواجهیم. ولی اگر نور مسیح در دل ما بدرخشه، میتونیم این نور رو با دیگرون قسمت کنیم، حتی که با یه لبخند ساده باشه. یه لبخند از روی محبت میتونه مثل نور تو تاریکی دل یه انسان رو داغ کنه، گرمش کنه. به یاد بیاریم که عیسی مسیح خداوندمون در سخت‌ترین لحظات خودش روی صلیب به رنج خودش فکر نمی کرد، بلکه به دزدی که کنارش به صلیب بود و اینکه بهش امید بده. حتی در روی صلیب دیدیم که برای دشمناش هم دعا میکنه. آیا ما نمیتونیم در شرایط سخت فقط با محبت و لبخند به دیگران قوت بدیم؟ ما فرزندان نوری هستیم که تاریکی رو در هم میشکنه. پس اجازه ندیم شرایط چهرهمون از محبت و شادی خالی کنه. لبخند ما میتونه در یک محیط تاریک اعلان حضور خدا باشه. عزیزانم، بیایید تو دیسیپلین فیض تصمیم بگیریم. حتی اگر نون نداریم محبت داشته باشیم. حتی اگر اشک تو چشمامونه امید رو فراموش نکنیم. و حتی اگر از درد به خودمون داریم میپیچیم لبخند بزنیم تا خدا از طریق ما بدرخشه. خواهید رسید به اون فصلی که نهمیا میگه شادی خداوند قوت شماست. بذارید این قوت لبخند و به ایران برگردونه. به دیسیپلین فیض ادامه بدیم.